بار پیغمبر خدا همراه عایشه بودند. عایشه میگوید از حبیب خدا طلب کرد ای شوهر مهربان، ای حبیب خدا، میخواهم که در حق من دعا کنی. دادرای عزیز خیلی با اهمیت باشین. شاید این سخنی مرا بعضی مادرها هم خواهرها هم بعداً شنوند. این حکمت دارد. عایشه از شوهرش دعا طلب میکند. امروز من شما را باور که شاهد میگیرم اگر در همین مسجد تا 3000 و 4000 نفر باشین، خدا داناست که هیچ زن شما از شما دعا طلب نمیکنه. باره هم نمیگن که شوهر در حق من دعا کن. باور کن در فکرشان هم نمیگذارن. حتی پروای دعای شوهر هم ندارن. نمیدانن که حبیب خدا گفت، اشاره به سوی شوهر کرد، گفت ای خانم های مهربان، ای زنان مسلمان، هو جنتک و نارک. انامین شوهرها جنت و دوزخ شما هستند. اگر جنت میخواهی احترامشان کنیم، به قدرشان رسید. خواه زیبا هستند، خواه بدرو هستند، خواه پولدار هستند، خواه بی پول هستند، خواه منصب دارن، خواه منصب ندارن، احترامشان کنید. اینا جنت و دوزخ شما هستند. افسوس که امروز به قدرترین شخص در خاندان شوهرها می باشند. شوهر قدر ندارد، احترام ندارد، به قدر شوهر نمی رسند. باور کنین این زنها تا حد آمدن که پیش شوهر خیستن برای خود عار می دانند. اینا برای خود یک چیزی خیلی ناخوب می شمارن که پیش شوهرش خیزد، لیکن پیش یک مردی بیگانه و پیش یک زنی بیگانه می خیزد. شوهرها را احترام کنید. دنیا نه آنقدر دنیای درازی هست. اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبولی درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد. احترام شوهر باید به جای بیارد. حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حبیب خدا گفتند درهای جنت بالای این زن پوشیده است. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزه های نافله که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله که شما میخوانید، اگر یک بار بروی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتون بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دستش بردارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز، بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز عذرا این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه است، شوهر از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قایم بود.
همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی هاش در پیش دوگانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. بار یک جمله یهودی ها چند نفر دشمنای اسلام خانه پیغمبری خدا آمدند، خانه رسول اکرم در آمدن تا این اندازه دشمن بودن که در جایی که السلام علیکم گویند چی میگفتند؟ السلام علیکم، السلام علیکم، مرگ به تو باده محمد. وقتی این عایشه این السلام علیکم از زبان یهودی ها شنید، این زنی با غیرت، این زنی پشتیبانی از شوهر طاقت نکرد، از جاش که گفت لعنت و مرگ خدا بر شما باد. حبیب خدا چیزی نگفته بود که عایشه پشتیبانی از شوهرش کرد، گفت خدا شما را لعنت کند، خدا مرگ به شما باد. گفت رسول اکرم گفت عایشه گو نرم باش، من که با اونها جواب گفتم و علیکم گفتم، مرگ و لعنتم بر شما باد. پشتیبانی را ببینید. امروز در ما مکتوب می آید که شوهر غیبت میکند، شوهر کمبودی هاش در پیش زنهای بیگانه بیان میکند. رسول اکرم وقتی که این پیشنهاد عایشه را گوش کرد که در حقم دعا کن، دستش برداشت چی گفت؟ چی بشارت خوب است، قسم به خدا این دعای پیغمبر را گرفتن دیگر چی جای وصفش است. اللهم اغفر لعایشه، دعای پیغمبر، اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. خدایا گفت پروردگارا عایشه را گناهاش مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که نافهمیده کرد و آن گناهی را که قصدن کرد، خدایا از تو خواهش دارم عایشه را مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که آشکارا کرد پنهان کرد، خدایا مغفرتش کن. عایشه وقتی دعای پیغمبر را شنید، شاید همون لحظه برای عایشه لحظه های شیرین ترینی از حیاتش بود. آنچنان میگوید خندید، آنچنان یک خنده زیبای عایشه را فرا گرفت، میگوید که تاب خورد آمد در بغل رسول اکرم زد. رسول الله گفت آیا دعای من ترا خوشنود کرد و از این دیگر چی برای من دازی؟ ولی گفت بسیار از دعای تو خوشنود شدم. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت انا همین دعایی که من برای تو کردم، قسم بر آن خدایی که مرا با پیغمبری مبعوث کرد، در هر نمازم در حق امتم انا همین دعاست، در حق امتم این دعا را همیشه میکنم. خدایا گناه های امت ما ببخش. این امت های بی پروا باشند، ناترسانه گناه کرده ایستادند. حبیب خدا مغفرت گناه ما را طلب